به نام خدا. سلام دوستان، با یه ویدیو آموزشی دیگه از تیم استینکال در خدمتتون هستیم. خب تو ویدیو آموزشی قبلی کامل راجع به بحث ایردراپ ها اینا صحبت کردیم و این ویدیو هستش که حالا حتما ببینید که تقریبا تمام ایردراپ هایی که تا اوایل تیر ماه بود و راجع بهش صحبت کردیم. بعد اینم لیست ایردراپ ها هستش که هر روز من امروز 11 تیر آپدیت میکنم. اگر ببینیم پروژه‌ای زیاد فعالیت نمیکنه و خودشو به روز رسانی نمیکنه و کامیونیتیش دیگه مثلا رو هم حد مونده و معیارهایی که هستش برای اینکه یک ایردراپ نه اصلا یه پروژه و یه کوین و اینا نیستن، یعنی یه ایردراپ هستن، داره خوب کار میکنه یا نه و از این حذف میشه و خلاص پروژه‌ای که ببینیم جدیداً دارن خوب کار میکنن اونا به لیست اضافه میشن. این از این. برسیم سراغ این قابلیت جدیدی که توی تلگرام اگه آپدیت بکنید اومده. این نیو تبایی هستش که خیلی کار ما رو راحت کرده. چجوری؟ خب مثلا چند تا چیزی که خیلی معروف هستن، مثلا که تب سواب باز می‌کنیم، بعد بک می‌زنید پایین، دکمه که از بک می‌زنید، ببین این پایین یه چیز اومد به اسم تب سواب. بعد دبلیو کوین رو مثلا من گذاشتم، دوباره یه بک می‌زنید، نمی‌خواد وایسیتی کاین، این نیو تب ویندوز که یه نیو تب باز می‌کنید خودش میره. مثلا دیگه این یس کوینی که خیلی سنگینه، مثلا اینا شما فقط میاد اینجا و دونه دونه اینجوری می‌ذارید، مثلا دات کوینه. خب حالا ببینید این پایین، ببینید همه شد عین نیو تبای ویندوز، اینجا همشون باز شده اینا. بعد شما شروع کنید اینجا به زدن، ببینید دیگه نمیخواد تو صبر بکنید. اینم که همون بحث چیزی است که بهتون گفتم، میذارید که دیگه نمیخواید 2 ساعت کلیک بکنید. البته برای اینکه چیز نشه تعدادش هم کمتر بکنید که به انگشتای دست اینا بخوره، 4 تا 5 تا اینا مثلا اوکیه. بعد این از این. بعد دیگه اینجا میبندیش بالا، دیگه این ضرب درم میذاره چون نیازی ندارید دیگه. اگه بخواید که مثلا دوباره میبینید که مثلا نسبت به این چیزی که توی باست گذاشتی لولایی که افزایش میدین خودش سرعت فرق میکنه. اگه خیلی میخواید تمرکز کنید میذارید اینجا پایین باشه دیگه، که دوباره یه ذره که کار کردید دوباره بزنید و دوباره این بحث چیزا انجام بده و خرید واسهتون ببنده. این اگه نه که از بالا ضرب در میزنید که بسته میشه. حالا میایم پایین دوباره میبینید اینا هستن. حالا دبلیو کوین میبینید این باز شده، همین کارش آماده است که شما فقط میزنید و از این بحث چیزی که داره استفاده میکنید. خیلی کار ما رو دمش گرم، واقعا تلگرام هر روز داره یه ایده چیزی رو میکنه همینجوری. بعد دوباره اینجا میایم مثلا یس کوینی که خیلی سنگینه میبینید باز شده آماده است و دیگه بحث این هستش که ما بخوایم مثلا استفاده کنیم و خلاصه سکه جمع بکنیم. اینا دوباره نخواستیم میبندیم، خواستیم میذاریم پایین باز باشه. بعد دیگه چی بود؟ مثلا دات کوینه که اینم بحث اینی هست. خیلی تو این جهت کار ما راحت کرده. اگه بک بزنیم اینجوری میمونه تو اینجا باز، ولی اگه این بالا ضرب در بزنیم که بسته میشه. این یه چیز خیلی خوب که خیلی کار ما رو راحت کرد. اینم یه پیشنهاد که من انجام میدادم برای اینکه همینجوری که اینجا ساعت خورده. خب اینا بعضیشون 6 ساعت یه بارن، بعضی 8 ساعت یه بارن، بعضیا مثلا 12 ساعت و مثلا یه پروژه مثل این سایبر فایننس 24 ساعت یک بار. خلاصه اینو من ساعت‌هایی که هستش رو در نظر گرفتم که طبق اون مثلا این پروژه فوق‌العاده‌ای که میتونید به کیف پول انتقال بدی و مثلا زدم ساعت 2. چرا که مثلا 6 اینا زده بودم، 8 ساعت دیگه اینجا میام و این عدد رو اضافه میکنم دیگه. اینجا الان تایمری که خورده برای من، ببین 7 ساعت و 19 دقیقه دیگه هستش که من میام فارمینگ انجام بدم. برای من هی دوباره بی خود بازش نمیکنم. اینجا زدم ساعت 2 شب، 2 اینشه 2 دیگه، برای مثلا 2 از اون طرف هم دیگه AM و PMش نذارید دیگه. تا مثلا این ساعت 22 مثلا اینا پیکسل هم مثلا ساعت 22 اینا مثلا 21 و مثلا اینجوری دیگه. الان که مثلا ساعت شیب میشه 18 و 30 دقیقه، من نگاه میکنم 18 و 30 دقیقه مثلا چی دارم ندارم، مثلا تا 19 مثلا. خب من مثلا 17 اینم حواسم رو رد کردم، ساعت گذشته و اینا پروژه خیلی خوبیه. تنها بدیش اینه که 10 نفر الان هیچ کدومتون نمیتونه شرکت بکنید با لینک هایی که قدیمی که من گذاشتم، چون 10 نفرمون پر شده دیگه. اینم ببین، اینم دوباره همینجوری خوب شد، یه مثال خوبی شد. حالا ببین تا 8 ساعت دیگه میشه 6 و نیم، میشه ساعت 2 و نیم تا ساعت 2 و نیم شب. من دیگه اینو الکی بازش نمیکنم وقتمو بگیره. اینجا میذارم 2 30 دقیقه مثلا شب، حالا اون موقع دیگه خوابیم دیگه. بعد مثلا این 17 و 30 دقیقه بوده 5 و نیم، اینم همینجور. از این ساعت رو نگاه میکنید که دیگه دوباره کاری نشه براتون. و این خیلی حالا من برای اینکه این تا این داره باز میشه، من راحت میتونم بک بزنم برم این یکی 17 و 30 دقیقه هم اینجوری باز بکنم دیگه. بستگی سرعت اینترنت و وی پی ان و اینجور داستانا هم داره که دیگه زیاد پروژه اینجا نذارید باز باشه که حجمتون گرفته بشه و اونایی که الان نیاز دارید رو بذارید باز باشه دیگه. خلاصه دیدم که اینم که پروژه خیلی خوبیه. اینو یادتون باشه بچه‌ها، یه تپ اینجا داره. خب اینو بعد بیاید اینجا حالت صندوقچه داره، اینو هر 2 ساعت 3 ساعت یه بار 50 تا اجازه کلیک کردن بهتون، غیر از این فارمینگ اصلی که داشت. اینم در نظر داشته باشید. حالا میگم بخوام دونه دونه پروژه رو توضیح بدم چیزی نیست، فقط خواستم یکی نیو تب خود تلگرام رو بگم، یکم این پیشنهادی که اینجا داشتیم و راجع به همین ساعتایی که ایده ای بودش که
هست شما هم استفاده کنید و حسابی ان شاء الله لذت ببرید. بحث ایدارپول فعلا جدی بگیر. راجع به خود بیت کوین و لولاش و اینا هم که توضیح دادیم که احتمال داره چه اتفاقی بیفته. فعلا همینجوری هستش. بعضی از یعنی ایدارپ‌های جدید اجازه نمیدن شما با 3 تا اکانتی که میتونید بسازید باشید و این قضیه هیچ تحقیرانه تر میشه. برای اگر ایدار قدیمی‌ها رو الان هستش با 3 تا اکانت بسازید و بازی بکنید و سکه جمع بکنید، چون هی تو به روز رسانیشون دارن سخت‌تر و سخت‌تر میشن. از روی آی پی، از روی شماره دیوایس و هر چیز دارن میفهمن و امکانه که حساب ببندن اینا زیاد داشتیم. همین تپ سواب چیزای دیگه بسته. بنابراین تا این گزینه قدیمی هست جدی بگیرید که توی به روز رسانی‌هاشون محدود نکنن شما رو، دیگه نتونید استفاده کنید. امیدوارم که استفاده کرده باشید. در خدمتتون هستیم.